اگر در مرگ ما الله راضی باشه، همون مرگ به دست خود به مرگ میریم، مرگ خوش داریم. و اگر زندگی ما باشه او هم است، چرا روی ما سیاه هست؟ به خاطر گناه های خود ما و اشتباهات خود ما که میشرمیم از خالق متعال که وقتی که روبرو شویم اگر محاسبه شویم هلاک میشیم. در غیر از او هیچ چیز دیگه مشکل وجود نداره. یصبح المرء مؤمنا و یمسی کافرا. صوم خطر آخر زمان است و یا آخر زمان خطر ما هست که یک نفر صبح مسلمان می باشه و دیگر کافر میشه. و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا. شام مسلمان می باشد، شب کار میکنه، یک برنامه میگیره و صبح که میخیزه کافر است. و حفظ ایمان در آخر زمانی بسیار خطرناک است. الله متعال ایمان ما را حفظ بکنه. الله ترس ما کلش از این ایمان است و چرا خطر بسیار بزرگ آلی که هست. اگر شما حساب کنید 60-70 قسم شرک است.